استرس توجه و تمرکز تا خراب میکنه. هر چی میکنی دیگه درس خواندن نمیتونی. میگه دکتر صاحب اول نمره بودم یاد نمیگیرم. به خاطر که استرس داری بچه، مغزک جور است. سن خرد مشکل حافظه نمیباشه. تنها در سنین بالا و اون بالای 60 و 70 که یک مریضی داریم دیمنشیا. سن پایین اگه حافظیت کار نمیته بچه مشکل حافظه نداری، مشکل توجه و تمرکز داری، مشکل استرس داری، مشکل استراب داری، دیگه عوامل است که حافظه را زیر فشار گرفته. مثال بتم در پایت یک ریگک باشه، در بوته لنگ لنگ را میری، پایت خراب است، نه پای جور است اما ریگ خرابی میکنه. میگه در کفشت ریگ است، ریگ خرابی میکنه. بناهن وقتی در این سن حافظی تو خرابی میکنه، تو حافظیت مشکل نداره، حافظی جور خوب شد. عوامل بیرونی است نمیمونه، از جمله یکیش استرس. وقتی نارام بودی درس خوانده نمیتونی، به می خاطر ما بار بار دستم این بچه تشویش نکن، آرام درس بخون، نتیجه چی خداوند تعیین کرده بود موسی است. وقتی حل چطور میشه، حل ناکام نمونم، حل امتحان چطور میشه، حل امتحان حل خود خراب کردی، مغزت وار خطا میشه. کی چی حل کرده، جنگ است چی است نکن.